سلام، چطوری؟ بدبختی از خواب بیدار شدم، حاضر شدم شیرخورما با خودم بردم که بخورم، ولی فکر نمی‌کردم خالم جدی بشه تو کافه شیر و نون بخوره. البته اسپرسو سفارش داد، ولی خب من واسه خودم چون نمیتونم بخورم شیرمو گرفتم خوردم. رفتیم النگ دره پیاده روی. اصولا میریم سایت ورزش میکنیم، ولی خب هفته یه بار میریم النگ دره و پیاده روی میکنیم. امروز یه مصاحبه کاری دارم و ببین خیلی بابتش استرس داشتم. تا اومدم خونه شروع کردم به یکم مطالعه و حالا بخوام رژیم غذاییم بگم، اومدم خونه خبازو خوردم و ساعت 2 تخم مرغ درست کردم که آقا قیافش خوشگلی سایت به خدا خوشمزه بود. خب من اگه میخواید بپرسید که این چیه باید بگم که نمیدونم. غذا تدی هم گذاشتم، هر چند که غذای من ببینه عمرن غذای خوشو بخوره. ببین من تخم مرغ گذاشتم تو هواپز و دیگه این کار نمیکنم، شما هم نکنین. تخم مرغش مزه لاستیک گرفته.